سلام دوستان عزیز با چنل هک کردید خوش آمدید. دوستان عزیز امروز با شما هستم. میخوایم پاپچی را هک کنیم براتون دوستان عزیز و میتونین انیمر برنگ سفیدشان میتا و لرزش اسکاپتون کم میکنه. دیگه خیلی کارهای بالاتر اینجا نوز گرفتیم. اینجا کارهایش اینم کردیم دوستان کلا چنل تلگرامی هاش این مدیتور دوستان نه در رود کار داره. یعنی دوستان عزیز نه در رود کار داره و نه در کدام شبیه ساز فقط میری فعال میکنی. یکی از مدیتور سوال هک است دوستان عزیز. ما چنل خارجی آوردیم. این یک رمز رو بود، رمز شبیه. خب دوستان عزیز این رمز شما به شرط میتونید شما چنل رو سابسکرایب کنید و حمایت خوب بکنید. خب دوستان نمیتونید چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو میبینید سابسکرایب نمیکنید. خب این دسترسی رو کلا بتون کلا این دسترسی رو بتون فعال کنید. کلا اینا فیک انیمیتون چی هم میکنه سرعتش هم بالا میبره. تمام کار رو میکنه فقط این رو فعال میکنه ناروتو میزنه خلاص کلش فعال میشه دیگه. میرین پابجی بزنید ولی ما برای شما میدم برکش نشان میتونم کار میتونه نمیتایی دکتر ویدیو رو کات میکنم فیزیس تو کم شو. عاشقتم نخند و نرو کم میارم دوباره تو رو کنج اتاق گرفته دلم دنبال عشق تو رفته دلم خواب شبم صدای توه عکس تو باز به جای توه طاقت من تموم خدا چی اومده سر رویای ما هیچکی تو دنیا نمیدونه شاید ولی نیست اگه نفر که بزنه میشه درست آقل چرا خیلی ساوستی ای گیم نو شروع کنیم دوستان نویاد هستم مقصد یک گیم پلیم برای شما ببونم نگویم که باز کار نمیده فقط اونو علامات تکمار میگن دوستان خود جور میشه که حالا نکدم کاری نداره. من کشتم در گیم تنها زد میریم از خودش تنهایی خود عادت دارم. وان کات کنیم اگه اینجا یک نفر اسم تو رو صدا میزنه کی مثل من برات میمیره دوستا از یک نفر که دیدیم که اگه ما بوم منو نزنن دست کیو میگیری حالا کی اومده تو دنیا عشق منو فروختی به کی حاصلمو شکست یکی هیچکی تو دنیا دمیجم دوستا دمیجم بیخی بالا میبره برایتون. اینترنت افغانستان هم ضعیفی میکنه دوستا یادش شبانش باز کاسی روزانه که بیخی خرابه تو نفر آمدن آدم برم که اینا رو بمبار میکنن. دمیج سایز بالا میبره لرزش اسکاپ استفاده میکنه خیلی حاجه خوب شد بسید. فقط برین در کانال تلگرام مثلا یک جای نشه اونجا هم که واسه چیزا رو میمانم اگه چیزا رو میمانم واسه
خبر شوین. اونجا هم جوین شوین، چینل ما رو هم سابسکرایب کنید. طاقت من تموم خدا چی اومده سر رویای من هیچکی تو دنیا نمیدونه شاید حال منو من غمگینم پنجره شاهد بوده که یه عمره تنها کنارش میشینم هیچکی مثل من نکشیده درد و کی مثل من تنها مونده کجا شدی غم دارم. کی تو دلت به اینو دستم برم داره جا میزنه کی مثل من برات میمیره کی با نگاه